شما بخیر مردم شریف توجیکستان. امروز به نام پرزیدنت سوریه бывший террорист در اکران دیدید. бывший не бывает. 6% території Сuriya голландський суд подарка کرد اسرائیل بخشید територія و طلب داره که армия اسرائیل از یوگی سوریه باید بیرون شود. هیچ وقت بیرون نمیشود. با نام مخالف سه چهار تکاریشان در اکران دیدید. برای چی نمیره خلیفت کنین؟ مرامت با نام پرزیدنت سوریه گفته سیره نه که ما طلب داره از پرزیدنت سشا که باید армия اسرائیل ایمن در یوگ با نام مجاهد بیرون شوا باید. همه رفتین یک خلیفت میکردین یا که زور شما فقط بابی و مومودا میرسه چخ میمونین میپرانی کو شیطان اما نمیگین. شما دین اسلام شرمنده که هستین با نام مجاهد و دیگه با نام مخالف گجوده کازیول چی با خب است؟ در یوگی سوریه گنوسید است. گجوشیدی با نام لیدرتون تمام سوریه آزاد شد. سوریه автономия میشه. ما توجیکستان میریم رنگ کریسا دانموجا جون میتین شما. برای چی گپ نمیزنید؟ خیلی نامردو ما میفهمیم شمای فویشورا مینا برای اسرائیل ایران یکم تا گپ نزدید. یکم تا ما میفهمیم اگر زیدی اسرائیل گپ میزدین دیپارتیت میشین. اگر زیدی ایران اسلام با نام مجاهد برای بازی سشا در تریتوریای سوریه یک میرفتین خلیفت میکردین. امروز اتکاس کسایی که ما پول مول نمیسپاریم برای بازار. با نام پرزیدنتون طلب داره که هر سال باید برای بازار سشا باید پول بسپاره. ответи Белый дом. ما شما را بخشیدیم تون ایمینا پرزیدنتی سوریه را. تو تروریست بودی. ما تو را بخشیدیم. برای مرگی تو 20 میلیون دلار ما وعده دادگی بودیم. چطوری پول؟ هی ترامپ تلفنش موندگی است. با نام مجاهد. خیلی میرفتین بازی سشاده یک خلیفت میکردین. محمدی گل صدردین. خیلی برای ایران و اسرائیل گپ زدن نمیتونی. یک میبرمادی برای یوگی سوریه گپ میزدی. یا جان تشکر دوستان عزیز. با نام مخالف و با نام مجاهد همش یک ریشه حرامی ناتو است. مرا باور کنید وطنان عزیز ما غزه را دوست دادیم. اپشتی انمی خیلی با نام مسلمانو. یادم پروسا تک برامگی نیست در آن 2021 تو مکه و مدینه را میگه تریتوری ما است. وای مردم امروز روزی هست که باید شما دوستای دشمن باید فرق کنید.